یوری اگرکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری عید غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمان‌هایمان را پاس داریم. اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند. ده ها نفر برای شرکت در راهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری راهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته راهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می‌شد. اما امسال تعداد شرکت‌داران راهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهراً در میان سازمان دهندگان معرکه توافق نظر نبود. نه نرفتم. ما در اینجا خودمون تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی. وترن‌ها در اونجا بودند. ما پاس خاطر آنها را می‌داریم برای آنکه در جنگ بزرگ وطنی. اما وترن‌ها در دیویزیا بودند اونجا. ما باز تکرار میکنیم که ما خودمون همجا کم ترک تشکیل کردیم. خودمون در تاجیکستان نرفتش شما دیویزیا؟ نه نرفتیم. نظرها به راهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشیر باقیف لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باغ غلبه آمده است. آدمان باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. آن چیزی که آدمان فکر میکنند، چه خیلی میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند. Мы сейчас живем вот в такой стране. ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی‌های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحادیه شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت‌ها را خلل‌دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی‌دهند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.